سلامتی، سرمایه‌ای بی‌بدیل برای زندگی. مقدمه سلامتی یکی از بزرگترین نعمت‌های زندگی است که بر تمام ابعاد زندگی انسان تأثیر می‌گذارد. بدون سلامت جسمی و روحی، انجام فعالیت‌های روزمره دشوار می‌شود و کیفیت زندگی کاهش می‌یابد. در این مقاله به بررسی جنبه‌های مختلف سلامتی از جمله تغذیه، ورزش، سلامت روان، خواب و راه‌های پیشگیری از بیماری‌ها می‌پردازیم. در تغذیه سالم، پایه و اساس سلامتی. تغذیه مناسب یکی از مهمترین عوامل حفظ سلامتی است. بدن برای عملکرد صحیح به مواد مغذی متنوعی نیاز دارد که از طریق تغذیه مناسب تأمین می شود. برخی از اصول تغذیه سالم شامل موارد زیر است. مصرف مواد غذایی متنوع برای تأمین نیازهای بدن باید از تمام گروه‌های غذایی مانند پروتئین‌ها، کربوهیدرات‌ها، چربی‌های سالم، ویتامین‌ها و مواد معدنی استفاده کرد. مصرف میوه‌ها و سبزیجات تازه، غلات کامل، لبنیات کم چرب و پروتئین‌های سالم مانند ماهی و حبوبات توصیه می‌شود. کاهش مصرف قند و چربی‌های ناسالم، مصرف زیاد قند و چربی‌های اشباع خطر ابتلا به بیماری‌های مانند دیابت و بیماری‌های قلبی را افزایش می‌دهد. به جای مصرف قندهای مصنوعی، می‌توان از عسل طبیعی یا میوه‌های شیرین استفاده کرد. نوشیدن آب کافی. آب برای حفظ عملکرد مناسب بدن ضروری است. توصیه می‌شود روزانه حداقل 6 لیوان آب نوشیده شود تا از کم‌آبی بدن جلوگیری گردد. ورزش و فعالیت بدنی، رمز سلامتی و طول عمر فعالیت بدنی منظم یکی از راه‌های مؤثر برای حفظ سلامتی جسمی و روانی است. برخی از فواید ورزش عبارتند از تقویت سیستم ایمنی بدن، کاهش خطر بیماری‌های قلبی و دیابت، حفظ وزن ایدئال و تناسب اندام، بهبود سلامت روان و کاهش استرس. انتخاب ورزش مناسب برای بهره‌مندی از فواید ورزش باید فعالیت بدنی متناسب با شرایط جسمانی انتخاب شود. پیاده‌روی، دویدن، یوگا، شنا و تمرینات مقاومتی گزینه‌های مناسبی برای حفظ سلامتی هستند. سلامت روان. بعدی مهم از سلامتی. سلامت روان به اندازه سلامت جسمی اهمیت دارد و بر کیفیت زندگی فرد تأثیر مستقیم دارد. برخی نکات برای حفظ سلامت روان شامل موارد زیر است. کنترل استرس. استرس طولانی مدت می تواند تأثیر منفی بر سلامت جسمی و روانی بگذارد. برای مدیریت استرس می توان از روش‌هایی مانند مدیتیشن، یوگا، تنفس عمیق و گوش دادن به موسیقی استفاده کرد. خواب کافی و باکیفیت. خواب کافی یکی از عوامل کلیدی در حفظ سلامت روان است. افراد بزرگسال به تا 2 ساعت خواب شبانه نیاز دارند تا بدن و ذهن آنها به خوبی بازیابی شود. روابط اجتماعی سالم داشتن ارتباطات مثبت با خانواده و دوستان به بهبود سلامت روان کمک می کند. تعاملات اجتماعی مؤثر می تواند احساس شادی و رضایت را افزایش دهد. پیشگیری از بیماری‌ها. راهی برای زندگی سالم‌تر، پیشگیری از بیماری‌ها بسیار مهمتر و کم هزینه‌تر از درمان آنهاست. برخی راه‌های مهم برای جلوگیری از بیماری‌ها عبارتند از رعایت بهداشت فردی، شست‌وشوی مرتب دستها، رعایت بهداشت دهان و دندان و دوری از محیط‌های آلوده از جمله مواردی هستند که به کاهش خطر ابتلا به بیماری‌ها کمک می‌کنند. انجام معاینات پزشکی دوره A، بررسی‌های پزشکی منظم به شناسایی زودهنگام مشکلات سلامتی کمک می‌کند. غربالگری‌های منظم مانند چکاپ فشار خون، قند خون و آزمایش‌های دوره‌ای می‌توانند از بروز بیماری‌های جدی جلوگیری کنند. واکسیناسیون، دریافت واکسن‌های ضروری مانند واکسن آنفولانزا و سایر واکسن‌های توصیه شده می‌تواند از ابتلا به بسیاری از بیماری‌های عفونی جلوگیری کند. نتیجه گیری: سلامتی سرمایه‌ای گرانبهاست که باید با رعایت اصول تغذیه صحیح، فعالیت بدنی منظم، حفظ سلامت روان و پیشگیری از بیماری‌ها از آن محافظت کرد. داشتن سبک زندگی سالم نه تنها موجب افزایش طول عمر می شود بلکه کیفیت زندگی را نیز بهبود می بخشد. با انتخاب‌های سالم می توان از زندگی لذت بیشتری برد و از بسیاری از بیماری‌ها پیشگیری کرد.